برای الگوسازی شلوار مدل لاله‌ای شما باید از روی الگوی اساستون هم الگوی پشت هم 2 تا الگوی جلو داشته باشید. الگوی پشت و جلو یه دونه که دارید میای از خط فاق به هم دیگه میچسبونی و این مابینش رو هم کاغذ اضافه میکنه. بعد یه دونه دیگه الگوی جلو داریم، از پهلو میارم به الگوی جلو وصل میکنم. من اینجا چون خیلی داشت گشاد میشد به اندازه 2-3 سانت رو هم رفت میزنم. اگه یه زمانی خواستی کمرتون رو کش بدید نیازی نیست این ساسونا رو بگیرید و اگه خواستی کمرتون رو کش ندید و کمر به حتما ساسوناتون رو بگیرید. بعد از این مراحل حالا میام از فاق جلو از کمر به اندازه 5 تا 6 سانت میام داخل و از اینجا یه خطی رو به صورت هلال ملایم میارم تا این وسط فاق. ببین این خط وسطش اگه در نظر بگیر، اینجا وسطش رو در نظر بگیر به صورت یه هلال ملایم. اینم بستگی به خودت داره، هر چقدر این هلال گودیش کمتر باشه رو هم رفتش هم کمتره. پس اینم بستگی به خودت داره. مدل شلوارات، قد شلوارات هم حتما در نظر بگیر. بعضیا هستن قد شلوارشون تا قوزک پا هست و بعضیا هستن تا ساق پا. پس شما اینجا قد شلوارتون رو حتما در نظر بگیر. این برای قسمت جلو. قسمت پشت هم از خط باسن تا فاق هم اجازه دارید. این شلوار دوخته نمیشه، فقط فاق دوخته میشه. پس سعی کنید یه مقدار پایین‌تر باشه که دید کمتری داشته باشه. این هلال رو پس ادامه‌شو میبرم به باسن یا فاق وصلش میکنم. خطتو که طراحی کردی حالا بیا همین خطتو قیچی کن. ببین بعد از اینکه این کارو کردین اینو قیچی کردید شما میایید اینجا یه خط صاف تا پایین میایید اینو قیچی میکنید میاری به پهلوی پشتتون میچسبونید. اینو میارم از اینجا، ببینید این به خاطر که برعکس میشه، از اینجا میچسبه به پهلوی پشت و اینو چسب میزنی. من این تیکه رو به این ور چسبوندم. این وسطش که باز میبینی بازم میتونم طراحیشو انجام بدم. حالا دوباره این خط رو قیچی کن و بندازش روی پارچه. بعد که اینا رو برش زدی قیچی زدی روی پارچه انداختی، وقتی که این کار دوخته بشه این به اندازه 5 سانتی که از فاق فاصله داشتی رو هم رفت داشته باشه این شلوار شما این مدلی در میاد. اگه دوست داشتی این پایین هم دوباره میتونی هلالش انجام بدی. اگه نه نخواستی خیلی پاتون لخت باشه اینو همونجوری نگه میداری.